همه بوده من تو رو کنم. من حال نمیکنم. چرا پس چی میخوای شما؟ من دوستم شما بگو من باشه. خودم اصلاح کنم. مثل مرد حرف بزنه، نه مثل ببخشید سوزن روشن. نه من دوستم مرده صداش مرد باشه. مردا چطوری حرف میزنن میشه به من بگی؟ اینجوری حرف میزنن دختر خوبی جون بیام با این مرده نه تا سز شدن دختر کردن داری کسکش ها نگاه کنی کن. من گیرت بیارم میکنم تا دسته خوبه اینجوری دوست داری؟ بگارمت که آقا من بیاد من گرد تو این کنی بازی رو ول کن مرد باش خجالت بکش دراز کشیدی نگاه مثل کن خردای همچین بیاد کاسش بکنمت مرد بشین همچین کونی بکنمت چیه کون پرزای دادی نمیتونی قالی بشینی به اون حالت چوست گریه خودتو کنه. خفه میکنه بزن مرد بشین نگاه کن همچین چرا همه بکنمت کونه پرزای اینجوری قالی به دراز حالت گریه چرا کنه. همه تون جسته گرفتین تو لایو من همه تو فیلم تایتانیک روز بیا عزیزم بیا خوبه اینجوری دوست داری؟ خوبه دوست داری ایوا خواهر اوه من خیلی دوست دارم با تو سکس داشته باشم نگاه کن چون آره اینقدر کون دادی میخوام یا من همون بوده من تو رو کنم ها چی عزیزم نترس نادی چه میگی؟ نترس بچم فقط گاهی دادمه قربونت برم اصلا نترس با نترسیدم تو هم همونه یه با خواهر بوگنده به سمت من اینه من شانس ندارم توی میخوام برات بزنم کیس چی میخوای؟ چی داری؟ مبینا شیشه با هم کشیدیم آره تو نوشتی اون پایین زند خانم مبینا کجا؟ اون پایین نوشته شیشه کسکش بیناموس به فالوور من فش نده خانم نادی به فالوور من فش نده نه نادی خب بیادبی خب به فالوورات بگو فوش ندن حرف خب چون بد کونی بازی نزن در موردی عزیزم زنه که تقصیر خودته احترامت نگر خب تو چرا نداشتی احترامت نگر نداشتی کیرم تو دهنت من چه کار بلد نیستی کردم گاه خوردی اینجا مثل دو جنسه مگه من درست چه کار میشی کردم صدات هم کیریه خب چطوری لایو دوست من داری میشه بیا جلو داداش بیا بالا خانم میلا بیا جلو بیا جلو یه کار دارم باید بیا جلو خب دهنتو باز کن دهنتو باز کن بچه میگن دندونات خیلی خوشگله میشه دندونات ببین داره ساک میزنه کونی داره ساک میزنه آره دیگه میخوای میخوای مثل یه مرد واقعی برم بالا به تو مرد چیه تو بلد نیستی مرد چیه الان یه برو مرد بیا میرم بالا الان بهت نشون بدم مرد قربونت چیه برم ولی نه نگاه کن الان بهت نشون بدم مرد چیه خواهر یاد بگیر سلام داداش اینجا لایو تصویری هست میشه به این خانم نشون بده مرد بودن یعنی چی همه کلی شدن آقای سما غیرت ما مردا مردی اینجوریه تا تو خجالت کشیدیم دیگه اگه تو مثلا بخش آب داری مثل من برو دختر باشو اگه روش تو آب نمیشه داری بنده مثل من برو خود دختر باشو این چیه به قیافه فالوورت مردا روش نشستی نمیشه بیاد دهنتو باز بالا میکنه لیس میزنی زشته میترسه سامان میترسه مرد واقعی میترسه نه تصویر نمیده الان روشن میکنه الان روشن میکنه سامان جان دهن اینو ببند لطفا برای شما لرستان جان زشت نیست تو این سن و سال تو این لایف اصلا خب من نمیدونم یه حرمتی داره این چه وضع صحبت کرده خدایی اصلا زشت چطوری نیست به صحبت کردم عزیزم شخصیتتون این طرز چطوری صحبت صحبت کردم کردن قربونت برم اصلا احترام تو صحبتت نیست تو کلامت یه جوری صحبت میکنی احترام انگار چطوریه شغل هر کی دیگه چیه مثل شما خودت وقتی نگاه کارتون کن
وای کارتون ببین چیه من آقای خودم به لرستانی؟ مرد ایرانی من حساسم، من میگم بیکار. به مردا کونی شدم ناراحت آه، میشم. یعنی نگاه خدا کن، چرا مثلا این تو بلا احترام پیرمرد میخواد آقا سامان، لرستانی دنبال اینجوری چی شده، میگردید چرا مثلا شما؟ سمان نمیتونه مرد با شخصیتی باشه، چرا مردا کونی شده. وای خدایا بازم تصویر بفرما استیو ما جوابشو چه بده تصویر دیگه فایده سامان. داره مگه؟ ببخشید جان خانم لرستانی، جوابشو بده. خانم لرستانی، سمان ببخشید غیرت داره، مرد خانواده داره، مثل تو بیناموس نیست بیاد چه کوبیده دهنشو باز میکنه. بیا جوابشو بده آقای بیناموس. وای آقای لرستانی الان ببین من الان به توهین نکردم شروع کرده من نه با توهین تو نیستم، با کردم این باریکلا، با آقا باریکلا نادی هم سامان، خودشون. کارت تموم کن، بهش یاد داده مرد بودن یعنی چیه. باریکلا دهن تلاس بعد من حرف با نه تو میزنه. من نبودم آقا میگم سامان، من جس آقای داداشی ما تویی نکردم فدات شم. الان وقت خایمالی نه من گذشته خانم میدونم لارستانی، گندش در بردی، سمانی میاد با تو آشتی بکنه، تو آبرو مردا رو بردی، ببخشید زبونت دراز کشیدی، از خانواده با کلاسی هست مثل تو، ببخشید زیر کی رو اون نخوابیده، ببخشید مردا رو بوسیده اول لایف، خرس گندر باش، بغلت بوسیدی، حق با خجالت شما، بکش حق کونی، با شما. کونی خرس. عجب. خدا وکیلی میگن چیز شیطون خب باید وای جلوی کونش اومد، نگاه کن باید کونش جلوی اومد، زنان لنگ بندازه خب واقعا نگاه کن از قیافه به شیطونی خدا میباره کمکم 1000 کن، نفر رو به جون هم زن میندازی خودتو رو بگی. جون اسرائیل رو فرستاده، سامان جوابشو بده اسرائیل رو دیگه. فرستاده. تو اصلا بیا منو بکن تو اصلا بیا منو بخور تو اصلا منو بزن نه تو من آره اصلا بیا دیگه. میگم منو آقای بکن لرستانی اصلا من جون میگم نگاه داداش کن بگو. ایشون گیرم ایشون خانم نادیا لایو فان داره خب و شخصیتش هم اینجوری نیست بیشتر فانه لایوش اگر صحبتی میکنه من باب اینه که حالا حال دل من و تو بریم تو لایوش یه ذره بگیم بخندیم اصلا نه اینطوری عزیز نیست من، آخه میدونم آقای این میدونم معرض لرستانی میدونم. اینا جنسی تو داره، تو شما دوست داری بخندی، این اومده دوست پسرش بوس میکنه، خودشو داره انگوش میکنه، این زشته. من خجالت کشیدم، تجاوزه، من این انگوش کردم.